یکی از فیلماتو بگو که دوست داری بیشتر از بقیه، میگفتم کلوزآپ. قبل از اینکه فیلم دیگه کار کنم به اسم شیرین، و دلیل من بابت دوست داشتن این فیلم این بود که اینو من نساختم واقعا. یعنی کمتر از همه فیلم‌ها من در کار ساختن این فیلم دخالت داشتم، برای اینکه هیچ کدوم بازیگرا و نابازیگرای این فیلم به حرف من گوش نمی‌کرد. من داشتم مصاحبه می‌کردم با سبزیان، به اندازه معصومه مو داشتم و روز آخر فیلم برداری که 40 روز طول کشید اینجوری شدم که الان است. یعنی انقدر این فیلم سخت بود برای اینکه من اصلا یعنی تمام امکاناتم رو به عنوان یک کارگردان دست داده بودم. یعنی کاملا آس و پاس، یعنی اصلا نمیدونستم کیم سر صحنه و چجوری این فیلم رو باید جمعش بکنم. خب حالا از این حرف میتونیم به نتیجه گیری غلط برسیم که میرسیم، هم غلطه هم میگم، و اینکه شاید قدرت این فیلم، برای اینکه به نظر من فیلم فوق‌العاده‌ایه، باز میگم برای اینکه من نساختم، ملا جرئت نمی‌کردم بگم، به خاطر اینکه چیزی به اسم تعریفی که از کارگردان میکنن که کارگردان یعنی خداوند صحنه، تمام قدرت ازش گرفته شده بود. بنابراین فیلم با ناتوانی مطلق و تقسیم این قدرت بین پرسوناژهایی که در این موضوع درگیر بودن، فیلمی در اومد به اسم کلوزآپ که فکر میکنم فیلم ماندگاریه. یعنی تنها فیلم ماندگار، اگر من ازم بپرسین که چی خواهد بود در این کارنامه 40 ساله، به نظر من فیلم کلوزآپ، به خاطر قدرتی که توی دونه دونه آدم ها هست. اینی که من گفتم که نزدیکی با نقش مهمه. حالا فکر کنین خود نقش چقدر مهمه که آدم در واقع یادش بره دوربین رو و مدافع اون چیزی باشه که تو ذهنش میگذره، و کارگردان هم در واقع خلع سلاح بشه و تبدیل بشه فقط به یه موجودی که چجوری این قضیه رو جمع جوری